آفرین سلام میگیم به شما دوستان عزیز بیننده های ارجمند تلویزیون سفینه. روز و شام و شبتون بخیر و شادی باشد. چون همیشه گفتیم باز رسیدیم به دیداری هم دیگر. این برنامه نوبتی فضا است، سرور بخش فضایی خاندانی هر یکی شما. تمنای آن را میکنیم که بگذار همیشه در خاندانتون خنده و بازی طفلکان باشد، همیشه خرسند باشید، خوشحال باشید. چون گفتم دوستان میمونی همیشگی ما هستند، دوستانی ما هستند. امروز با ما و زیب و زینت خاصه میبخشند برنامه امشب ما را ارکستر دولتی سیمفونی دستگاه اجرایی پرزیدنتی جمهوری تاجیکستان امروز حضور دارند. در اینجا مهمونی نوبتی ما سراینده ارکستر مذکور اولیم جان احدزاده، شما را نیز خوش آمدید میگیم. خوب هستید؟ من فکر میکنم که مایه افتخار است برای هر یک سراینده اون سراینده هایی که با ارکستر همکاری میکنند، تحت نوای ارکستر سرود میخوانند. چون گفتیم که امروز مهمونی ما هستید، سرودهای خیلی خوب میسرایید و بیننده عزیز گفتیم که در چند ژانر سرود میسراید اولیم جان و من فکر میکنم که در آغاز خوب میشود یک سرود رو سرایند اولیم جان و این یک معرفی کوتاه می شود برای بیننده ها، بعدا صحبت خواهیم کرد. دوستان عزیز در اجرای اولیم جان احدزاده یک سرود میشنویم، تماشا میکنیم، بعدا برمیگردیم و صحبت رو ادامه خواهیم داد. فرصت آن رسیده است که ما یک مهمون بسیار عالی قدرمون رو دعوت کنیم. رستم وهابزاده هستند. امروز شاعر خلقی تاجیکستان مهمونی ما. بعد از چند لحظه برمیگردیم.
خوش اومدید. سلامت. خوش اومدید به برنامه فضا. چگونه است فضای برنامه ما؟ پسندتون هست؟ فضای مصفا، شاد، ادانه سلامت باشید. خوب است. چگونه با امیدید به همین سراینده جوان امید بخش؟ خیلی خوب بود، خیلی عالی بود. این سرودی بسیار قدیمی ما است که در اجرای حافظان بسیار شناخته اجرا می شد و این رو به جا آوردن و در آن سطح سرودن البته کار ساده و آسان نیست. ما تبریک میگوییم این موفقیت رو. انانه است در اینجا هر اون ادیبی که میآیند میمونان گرامی قدری ما از اشعار خود یک قرائت میکنند. من اینجا بهتر میشمارم که از شعرهایی که تازه سروده شدند و هنوز در لوح حافظه من کامل نقش نبستند، برای همین ورقها را پیش رو دارم. باشه. پیشکشی بینندگان عزیز کنم. غزل با نام بصر. شب به ابد کشد اگر غیر سحر نمی روم. بنده شمسی روشنم دور قمر نمی روم. با تو قرار بستم راه فرار بستم، در قدمت نشستم جای دیگر نمی روم. سمت سجود من توی وطن، اصل وجود من توی، گر به خطر نهفته ای جز به خطر نمی روم. طلعت توست فر من، آتش توست زر من، قصد ضرر نمی کنم از پی زر نمی روم. بذر وفای تو ز دل سر کشد از نقاب خاک، مرگ مرا نمی کشد من به هدر نمی روم. نام مرا ز دفتری اهل سخن برون کنند، گر چو قلم ره تو را جمله به سر نمی روم. شما عنوان شاعری خلقی تاجیکستان رو صاحب شدید، مبارکتون بود، مبارکباد میگویم. و چگونه بود این مسئولیت، چگونه است؟ من باید بگویم که در همین مدت شدتی بیماری واگیر کووید من هر روز در دفتر کارم حاضر شده تا بگاه در فضای مجازی اینترنت، اونجا که همه جا خواننده دارد، اشعار با مضمون روح بلند کننده و تقویت کننده روحیه مردم در مقابل این بیماری می نوشتم و هر روز تقریبا یک شعری رو در صحیفه به این مضمون می گذاشتم، در ستایش طبیبان جانیسار ما که در این روزها با این وبای متیش دست و گریبان بودند، در تقویت روحی و معنوی مردم. و خوشحالم امروز که من این نیرو رو در خود اون شب و روز پیدا کردم و این کاری اگرچه خوردم باشد این کار را انجام دادم. دانش بخارایی، غیر احمدی دانش. باز یک شاعر دیگر داریم با نام دانش بخارایی. یک ربایی دارد که میگوید هرچند توان ز چرخ و انجم گفتن، 100 نسخه تأخر و تقدم گفتن، چون بر سر انصاف روی دشوار است، یک نقطه به قدر فهم مردم گفتن. این مردمی که مثلا خلق میگوییم و کسی را نسبت شاعر این خلق بودن میدهیم، این استاد همه ما است. با این عنوان در برابر این خلق سخن گفتن کار فوق‌العاده دشوار است. کاری هست که همه عمر را اگر توشه این راه کنید هنوز کم است. البته مسئولیتی بسیار سنگین و بزرگ است. فکر میکنم فرصت رسیده است که استاد باز انمون شعرهای بسیار انمون صمیمی خود قرائت کنند برای بیننده های عزیزی شبکه سفینه، خاصتا دوستدارانی برنامه فضا. با چشم کمال معنی این رو دارد که هم خب از این استقبال میکنیم، هم این کار رو با چشم اجرا میکنیم. من هم که شعر رو در پیش رو دارم و میخونم میگویم با چشم. سلامت باشید استاد.
سحر هر سحری که میرسد تازه سلام زندگی است. پرچم شمس خاوران زینت بام زندگی است. باز به عزم تازه صبح بدر شود زیدر، خفته شام زندگی تیغ نیام زندگی است. رود که مست می رود کف به لبان و سم به سنگ، راه درست می رود زیر لجام زندگی است. در طلب شفای دل پای مزار می رویم، در طلب شفای دل پای مزار می رویم. مرگ فنای بنده نه، مرگ دوام زندگی است. مردی چو کوه با وقار طفل به دوش او سوار، رسم محبت است این شاه غلام زندگی است. شهره کارزارها مانده به کار خویش زار، پخته آتش نبرد آه چه خام زندگی است. سکته مجو دلا دیگر، سکته دل مکن مرا، پست و بلند زندگی رسم و نظام زندگی است. سید به چنگ خونچکان جانب لانه می پرد، شاهین اوج آسمان بسته دام زندگی است. هر قدمی که رفتم از پی آفتاب بود، روی به قبله می رود شمس امام زندگی است. واقعا هم دوستان یک چیز رو من میگویم، راستی ما با استاد پیشکی مصلحت نکرده بودیم. استاد میتونن این رو خب داور باشن و بگویم. بله همین چند دقیقه پیشتر همین از صفحه فیسبوکی شما همین شعری که بدیل من بسیار همه شعراتون خیلی عالی است و من گفتم که همین شعر رو من قرائت میکنم. الکی استاد محض یکی از شعرهایی که آوردن همین شعرش بود، بسیار عالی و بسیار در اینجا سید به چنگ خونچکان جانب لانه میپرد، شاهین اوج آسمان بسته دام زندگی است. من شعر رو از زندگی میگیرم، از تخیل نمیبافم و شاید که اگر موفقیت دارم سیرش در همین باشد. بهترین با جوانانی که امروز نوقلم هستند کوشش میکنن یک چیزی نو ایجاد کنن، چه توصیه میدهید، چه مصلحت میدهید؟ بله البته مطالعه پیش از همه. ما مکتب بزرگی شعر داریم و شعر این برگه معرفی ما در دنیا هست، اون برند میگویم. بله شناسه ما، شناسنامه ما هست و در این جاده هیچگاه ما باید یک وجب پایین نلغزیم و این موقع رو نگاه داریم، حفظ کنیم و این مکتب بزرگی رو که ما خوشبختانه همچون بزرگترین سرمایه ملی خود در اختیار داریم، این رو به چشم کم نبینیم و در اون غور کنیم، در اون غرق شویم، در اون بسر بریم، زندگی کردن رو یاد گیریم و همزمان یک دست با اون باشیم و یک دست به زندگی و تجربه کنیم، هستی رو تجربه کنیم، زندگی رو تجربه کنیم، جزئیات روزگار خود رو با چشم عقل، با چشم حکیمانه و همزمان با دید شاعرانه نگاه کنیم. اونگاه این موفقیت برای ما تضمین شده است. این همین امتحان بزرگ ملی ما که امروز فروغ صبح دانایی نامیده می شود نشان می دهد که این سرمایه های بزرگ چه معجزه های می توانند به بار بیارند که حالا ما با ثمره‌اش رو در آینده خواهیم دید. سلامت باشند. بار دیگر خوش آمدید استاد. با برنامه ما واقعا هم بسیار راحت است با شما صحبت کردن. برای من فکر میکنم برای فرزانه نیز مایه افتخار است که شما مهمونی ما شدید و با ما صحبت کردید. من هم بسیار سرفرازم که در این محفل شما شرکت دارم و بسیار خوشحالم و از شما تشکر میکنم. نه، صحبت‌های شما بسیار روان و برا و شیوا هستند. سلامت باشید و با همین توانایی به کارهای فرهنگی و معنوی خود ادامه بدهید و همیشه پیروز باشید. سلامت باشید. دوستان عزیز، بار دیگر میگویم که مهمون ما بودند شاعر خلقی تاجیکستان رستم وهابزاده. بعد از یک لحظه برمیگردیم.
پریشان کیست ناله به دل میخلد بسمیل مجگان کیست موج جنون میزند عشق پریشان کیست ناله به دل میخلد بسمیل مجگان کیست بسمیل مجگان کیست سرمازی خاکم برد چشمی خیزانان ناز وقتی سیاه بر سرم سایه مجگان کیست سرمازی خاکم برد چشمی خیزانان ناز وقتی سیاه بر سرم سایه مجگان کیست موج جنون میزند عشق پریشان کیست ناله به دل میخلد بسمیل مجگان کیست بسمیل مجگان کیست رشته امواج را پخته نگردد حباب آبله در راه شب خانه جولان کیست رشته امواج را پخته نگردد حباب آبله در راه شب خانه جولان کیست موج جنون میزند عشق پریشان کیست ناله به دل میخلد بسمیل مجگان کیست بسمیل مجگان کیست به دل از این مایده دستی هوس شستیم پهلوی دل خورده را آرزوی نان کیست به دل از این مایده دستی هوس شستیم پهلوی دل خورده را آرزوی نان کیست موج جنون میزند عشق پریشان کیست ناله به دل میخلد بسمیل مجگان کیست ناله به دل میخلد بسمیل مجگان کیست بسمیل مجگان کیست بسمیل مجگان کیست اولیم جان دو سرودی که سراییدید بایسلو اینها همین شلیاگر هستند یعنی که سراینده هایی که اینو رو سراییدند بسیار معروف و محبوب هستند و فکر میکنم که سراییدن این سرودها خب از شخص یک مسئولیت خیلی جدی رو طلب میکنه همین طور است؟ بله راستی سال 2007 با کالج احمد باباقلوف من داخل شدم اونجا شعبه وکال رو یعنی من درس گرفتم در دستی استاد برهان محمدقلوف و خلقی نیز اونجا تحصیل میکردیم سال 2011 ختم کردیم کالج سند رو پسان با کنسرواتوری ملی تاجیکستان به نام استاد طلبخوجی ستارов داخل شدیم با شعبه فلک
برای شما در کدام ژانر سرود سراییدن و خود را در کدام ژانر دریافتید؟ рости ман дар ҳамаи ҷанрҳо қариб ки месароям озодона. вақте ки мо консерватория дохил шудаем, унҷо устод исмоил назриев қабул мекардан, ҳамун довталабоне ки бояд дохил мешуд, ҳамун кас қабул мекардан. рӯзи аввал ман омадам ба консерваторияи миллӣ, гуфтанд ки як суруд хон. баъд ман ҳамҷа суруди устод худашонро хонда будам. ман намедонистам ки ҳамин устод хондагӣ аст. суруди чашмони баноз, яъне ки ҳамин сурудро хондам. ман намедонистам ки инро устод абдулло назриев фарзандашон аст, исмоил назриев. рости ман огаҳӣ надоштам. баъд гаштан гуфтанд ки ту шогирди ман мешавӣ, исмоил назриев. баъд гуфтам устод, ман дар он ҷо ҳам вокал халқӣ хондагӣ ҳастам, чӣ хеле мешавад? гуфт ман 5 сол ба ту дарс метиҳам. ҳамин хелам шуд ки ман 5 сол дар дасти устод. яъне ҳамин суруд аллакай шуморо муайян кард ки дар кадом жанр, дар кадом равия суруд месароед? ман рости аз хурди сурудҳои ҷаҳонӣ гӯш мекардам. сурудҳои устодои худамон бисёртар сурудҳои кӯчагӣ гӯш намекардам. аз ҳамин сабаб ман коллеҷ хондам дар як равия вокал. яъне ман худам тасмим гирифтам ки ман консерватория меравам. агар ки ба ман қулай бошад, ман фалак, яъне дохил мешавам, фалакхон мешавам. чун шумо оғоз кардед анам қадамҳои нахустини худро дар коллеҷи санъати ба номи аҳмад бобоқулов аз вокал гуфтед. чӣ мешавад ки боз анамон як замзама мекунед порча аз ягон операи бисёр ҳам машҳур? Lo dona immobile, qua piova il vento, mota da cento e di pensiero. بهترین. واقعا هم نوازش ارکستر شکوه شامت خود را دارد. چگونه که این حال ما دیدیم در اینجا با ارکستر کار و فعالیت کردن از عهده‌اش خیلی خوب میبرید، خود را خوبی داره میکنید. خود شما چگونه آماده میشوید برای هماهنگ شدن هنگامی سرود خواندن با ارکستر؟ من سال 2017 به کار آمدم، با کار ارکستر سیمفونی دستگاه اجرایی پرزیدنت. ما رو راهبر ارکستر علیم جان سالیزاده سنجش کردن، با کار قبول کردن. من این مشکلیش رو نمیدونستم. روزی با ارکستر خواندن من سرود احمد باباقلوف رو، یعنی چرخ و فلک رو تیار بود نوتش، من پیشنهاد کردم بچه‌های ارکستر نواختن، وقت رو صدا داد. قریب که در همه ناحیه‌های دوردست تاجیکستان صدا داد. بیرون از تاجیکستان نیست، در شهر بخارا نیست، خوشرو قبول کردن همین سرود چرخ و فلک. بهترین علیم جان، من با شما در اجرای سرودهای خیلی خوبی تاجیکی که فرق نداره در کدام ژانر است، خب موفقیت میخوام، بردباری میخوام. من آرزوی اون رو دارم که وقتی که میسراید دویما صدایتان انم خیلی جذاب و مرغوله‌دار باشد. حتما که شخص اگر از تحت دل کوشش کند خب موفق میشود. تشکر زیاد، بار دیگر خوش آمدید. سلامت باشین. بینندگان عزیز، بار دیگر میگویم که مهمان ما بودند سراینده ارکستر دولتی سیمفونی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان علیم جان احدزاده. بعد از یک لحظه کوتاه برمیگردیم. ما میگوییم که همیشه پیگیری ما باشید، چون ما با استودیوی برنامه فضا همیشه کوشش میکنیم که مهمان ها را از ساحه‌های گوناگون دعوت نماییم. همچنین نوازش است که شما میتوانید کمی هم باشد فراغت کنید. دوستان عزیز، من فکر میکنم که امروز تا اندازه‌ای باشد راحت کردید و در آخر باز انامین یک نوازش خیلی خوب تحت دیریژوری خب دالر تیلویف ارکستر مذکور یک نوازش خوب میکند. با انامین نوازش برنامه اون را حسنی انجام میبخشه. تو برنامه‌های دیگر دوستان سلامت باشید. خیر.